شما میگم پایتخت ایران کجاست؟ ایجاد پایتخت ایران ایجاد آسیا ایجاد ایران افغانستان ترکمنستان دماوند. پایتخت ایران کجاست؟ رشت. ایران تو کدوم قاره است؟ دماوند. آفریقا. آذربایجان. بله متاسفانه من همین کلیپ رو دیدم و اول باور نکردم. فکر کردم که شاید حالت کمدی و طنز داره، ولی متاسفانه یه حقیقت تلخیه که در جامعه ما اتفاق افتاده و من وقتی فکر کردم که چطور میشه یک جامعه اینقدر از لحاظ سطح سقوط کنه که حتی پایتخت کشور خودش یک جوونه که باید حتی پایتخت کشورهای دور آفریقا، آمریکای جنوبی رو بشناسه، حتی پایتخت کشور همسایه هم نه، کشوری که داره درش زندگی میکنه ندونه که تهرانه. و چطور به اینجا رسیدیم؟ من یه خورده برگشتم به عقب و تاریخ معاصر رو به عقب برگردوندم و در زمان قاجار ایران به صورت قوم و قبیله‌ای اداره میشد تا اینکه بنیانگذار پادشاهی پهلوی رضا شاه میاد اولین دانشگاه ها، اولین مدرسه ها رو بنیان میذاره و از همونجا میبینیم که روحانیون با پادشاهان پهلوی وارد جنگ و مبارزه میشن و مخالفت میکنن و همش دم از در مقابل اینکه پادشاه ایران دم از مدرنیت و شهریت و ملیت میزد، اونا دم از امت و مدینه فاضله اسلامی میزنن و وعده هایی میدن که مبتنی بر وعده های اسلامیه و آرزو و آرمان روحانیون بود که ساختن مدینه فاضله بود و متاسفانه در اتفاق سال 57 و این اتفاق شوم برای ما رقم خورد و کشور الان 47 ساله دست این آقایون هست. حتی در اون زمان ژاپن و کره جنوبی به ایران نرسیده بودن و ایران خیلی از اونها جلوتر و میتونست به مراتب پیشرفته تر باشه در دنیا، ولی این اتفاقی بود که برای ما افتاده و این تاریخ گذشته ماست. اما در حال حاضر اگر باز هم ملت ایران نقش تماشاچی رو داشته باشن و سکوت کنن و بی تفاوت باشن، متاسفانه این امت اسلامی ما رو به سمتی خواهند برد که فجایع بسیار بیشتر از خشکسالی، بیشتر از مرگ جوانانمون تا جایی پیش خواهند برد که نابودی کشورمون رقم بخوره و به نظر من تنها راه نجات ما حمایت از پادشاه رضا شاه دوم و گارد جاویدان که ایشون مطرح کردن. اعلام کنیم که میخوایم نقش داشته باشیم در سرزمین و کشورمون اگر میخواهیم کشور ما به بیراه نره.